شامگاهی در ره بودم روان، تن روان و دل به فکر آب و نان. من نمیدانم چنان شد یا چنین، پای من لغزید و خوردم بر زمین. رهنورد مهربان سویم دوید، دست او تا زیر بازویم رسید. بیخی گوشم گفت لنگی یا کی مست، وارسی کن بین کجاهایت شکست. گفتمش نی می پرستم نی علیل، افتادم خود نمیدانم دلیل. یا گناه از کفش یا تقصیری پای، گیر دستم تا که برخیزم ز جای. دستی من بگرفت و با دستی دیگر، کیسه ام می جست تا یابد مگر. من به فکر آن که او مرد خداست، او در این سودا که جیبم در کجاست. ای دریغ از فکر خام آدمی، گریه کردم بر مقام آدمی. یادم آمد گفته مولای بلخ، آن گرامی گوهری یکتای بلخ. چون بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نمی باید داد دست. پیری رومی نکته تحریر کرد، عالمی در مصرع تصویر کرد.